سکونسینگ ما انجام میدیم. پس اینا بهش میگفت کلونی امپلیفاید که اینا توی جایی امپلیفای شدن و دی ان ای ها کنار هم قرار گرفتن. یه کامرا هم هست که این کامرا داره اینجا رو ابزرو میکنه. بعد 4 تا فیلتر رنگی وجود داره، فیلتر S1 تا، یعنی 4 تا فیلتر وجود داره که 4 تا سیگنال مختلف از داخل این کامرا میاد بیرون. وقتی اولین ACGT اونجا قرار میگیره، مثلا این قرمزه، اون سیگنال قرمز یه دفعه زیاد میشه. بعد ما میفهمیم که مثلا T اونجا کاشته شده. بعد از اون رنگ بعدی میفهمیم که G کاشته شده. و همینجوری یکی یکی که اینا کاشته میشن، تو خروجی اون ما یه سری سیگنال میبینیم و با پروسس کردن این سیگنال ها ما میتونیم در حقیقت بفهمیم که داره چی اینجا کاشته میشه. اگه حالت طبیعی باشه این همینجوری تا آخر میره و ما سیگنال ها رو همه رو دیکود میکنیم و خیلی تمیز رشته دی ان ای رو در میاریم. ولی واقعیت اینجوری نیست. قضیه اینه که این 4 تا در حقیقت فیلتری که ما داریم رو همدیگه کراس تاک دارن. یعنی سیگنالی که ما فقط فکر می‌کردیم که از یک کانال خارج میشه میتونه یه لیک کنه و از کانال دیگه هم خارج بشه. این خودش باعث میشه که ما بین اینها اینترفرنس داشته باشیم، بین سیگنالایی که از این 4 تا چنل میاد بیرون. از طرف دیگه یه مشکل دیگه هم که وجود داره بهش میگیم فیزینگ. این به این ترتیبه که وقتی شما تا یه جایی سنتز میکنید سرعت سنتز ها فرق میکنه، یا یه سری اختلالات ایجاد میشه، بعضیا عقب میمونن، بعضیا جلو میافتن. بنابراین سیگنالی که حالا که دریافت میکنید یه میکسی از سیگنال هاست و شما بستی بتونید از این میکسچر سیگنال ها سیگنال های واقعی رو در بیارید. خب وقتی به این مرحله میرسه برای ما کار آسونه. چرا؟ چون ما میتونیم مدل ریاضی رو بیاریم تو کار و بتونیم در حقیقت دیکانوالو کنیم، یه کاری بکنیم که سیگنال اصلی در بیاد. مثلا میشه اینجوری مدل کرد. حالا یه چیز ساده اینه که ما بیایم بگیم که یه دونه در حقیقت رشته اصلی داریم، یعنی سیگنال ما مثلا این همون قرمز است، این همون آبی است، تو هر لحظه باید یکی از اینا واقعا بیاد بیرون. این چیزی که ما میخوایم دیکودش کنیم. اما سیگنالی که واقعی میگیریم بر حسب یه اتفاقاتی که میفته یه خروجی داره که این در یه اپراتوری ضرب شده. حالا هم اپراتور رو ما نمیشناسیم، هم سیگنال واقعی رو نمیشناسیم، بعد بیایم این دوتا رو با هم دیگه کنار هم بذاریم و سیگنال رو در بیاریم. خب این خودش مسئله چالنجینگیه و خب خیلی بهش پرداختن و میشه بازم روش کار کرد. که ما اتفاقا با دکتر خلج یکی از دانشجوی اولی که با هم داشتیم راجع به همین بیسکالینگ مشغول کار بود. به طور کلی بر ترتیب شما افکت‌های مختلفی که نه تنها فیزینگ، نه تنها کراس تاک، افکت‌های نویزی دیگه‌ای هم که تو سیستم دارید رو میتونید وارد کنید. بحث اصلی اینه که شما یه سری رنگ مشخص رو باید میدیدید که باید کلین باشه، مثلا یک کدومشون سیگنال باشه بقیه صفر باشن، ولی تو واقع به خاطر ایونتایی که میفته شما یه چیز دیگه میگیرید. شما حالا مشکل اصلی اینجاست اینه که شما باید این دوتا رو هر دوتا رو به دست بیارید یا دیکود کنید. یعنی هم باید اون رابطه رو بشناسید، همون سیگنال اصلی رو. تو علم مخابرات این کار انجام شده، یعنی یاد بخشش انجام شده، در میشه از اونها استفاده کرد و در حقیقت دیتکشن رو تو اونجا انجام داد. بریم یه مدل دیگه ای از سیکوانسینگ رو ببینیم. وقتم تمومه؟ خیلی کم بود دکتر. خب دیگه بس هم یه دونه فکر کنم بس باشه. ولی جالبتر بود بقیهش خیلی. خیلی ممنون از توجهتون. اگر سوالی باشه من در خدمت شما هستم.
رفتاری اگر منظورتون اخلاق و نمیدونم منش و اینا باشه نمیدونم، ولی اگر این هم سوال سختیه. من ممکنه کسایی باشن که خیلی خوب بدونم و من اشتباه بکنم، ولی فکر میکنم که تاثیرش ناچیزه. خب ببینید دی ان ای همون سلول اولیه هی داره تقسیم میشه، درسته؟ همون وقتی نطفه تشکیل میشه یه سلول اولیه است و این سلول اولیه اطلاعات توشه، دی ان ای توشه و با هر تقسیم این دی ان ای داره مثل یه کانال مخابراتی دی ان ای داره میره توی این یکی سلول، میره توی یکی سلول، بعد میره تو اون سلول، همینجوری داره خودش رپلیکیت میشه میره جلو. یعنی تو همه سلولای شما این دی ان ای هست، ولی درست مثل کانال مخابراتی احتمال خطا هم وجود داره. یعنی وقتی که از کانال مثلا این داپلیکیت میشه میره توی سلول دیگه، یه مقدار از ACGT ها به هم ریخته است. خب بعد ولی واقعیت اینه که بیشتر این به هم ریختگی ها یا هیچ تأثیری نداره یا اگه تأثیر داره تأثیر منفی داره. بنابراین مثلا طرف اگر فرض بکنیم که سرطان گرفته، احتمالاً یه اتفاق بدی یه جای افتاده و یعنی همه سلولایی که داره تولید میکنه سلولایی هستن که ACGشون خیلی خراب شده. یعنی تغییر میکنه ولی تغییرات خیلی زیاد نیستش که قابل تبدیل به رفتار بشه. یعنی شما دی ان ای که چی بشه؟ نه تو ژنتیک شما مثلا فرض کنید که یکی کنسر داره، میای توی پرسونالایز مدیسن گفتم یکی کنسر داره، میای دیتای ژنتیکشو میخونید، همون دی ان ایشو میخونید. وقتی دی ان ایشو خوندید حالا میگید که اصلا این شیمی درمانی لازم داره یا نداره. خیلی فرق دیگه. آره دیگه، تو لرن کردن تو زمان که اینایی که ژنتیکشون این شکلیه اصلا به شیمی درمانی نیازی پیدا نمیکنن، چون سلول درسته که سرطانیه داره بزرگ میشه ولی حتی اگه پخشم بشه خیلی اتفاق نمیفته، با دارو درست میشه. تاثیرش خیلی زیاده. مثلا به شما میگن که شما اگر به طور خاص ژنتیک شما رو میگیرن، میگن شما اگه چربی بخوری هم اشکال نداره لاغر میمونی، ولی به یکی میگن که شما چربی بخورید کلسترول، مثلا این نوع چربی بخوری کلسترولت میره بالا. خب سخنران بعدی ما آقای دکتر امیر مسعود سوداگر هستند. ایشون در حال حاضر دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی هستند و رئیس آزمایشگاه پژوهشی اینتگریت سیرکت و سیستم هستند در اونجا. آقای دکتر سوداگر مدارک کارشناسی ارشد و دکترای خودشون رو از دانشگاه علم و صنعت، کارشناسی رو از دانشگاه خواجه نصیر گرفتن و بعد از اون از سال 2001 تا 2009 در دانشگاه میشیگان در آناربر تشریف داشتن در موقعیت‌های پژوهشی مختلف از پستاک، اسیستنت ریسرچ ساینتیست و تکنیکال دیرکتور فور بایومدیکال مایکروسیستمز. ایشون 3 جلد کتاب تألیف کردند، از جمله کتاب آنالیز بایپولار و سیموس امپلیفایر که کتاب درسی هست، 4 تا بوک چپتر و تعداد زیادی مقالات کنفرانس و ژورنال و همچنین به عنوان عضو فعال تکنیکال کمیتی کنفرانس ها و ادیتوریال بورد ژورنال های مختلف
فعالیت داشتند. زمینه‌های پژوهشی ایشون شامل ایمپلنتبل مایکروسیستم، بایومدیکال سیرکت و ان سیستم و همچنین آنالوگ اند میکس سیگنال اینتگریتد سیرکت هست. خیلی خوشحالیم که در خدمت ایشون هستیم و صحبتاشون استفاده میکنیم. خواهش میکنم آقای دکتر. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیز از آقای دکتر سلطانیان زاده و همینطور هیئت برگزاری این برنامه علمی تشکر میکنم که این فرصت رو به من دادن که خدمت شما برسم و چند دقیقه رو مزاحمتون بشم و امیدوار هستم که مطالبی که خدمتتون عرضه میشه به نحوی قابل استفاده باشه برای دوستان. البته اساتیدی که تشریف دارن مطمئناً زیر به کرمون بردن هست در خدمت بزرگانی که برنامه رو به لحاظ علمی هدایت میکنن. بیشتر سعی میکنم مروری باشه به اونچه که در سمت خودم احساس میکنیم از سیگنال پروسسینگ نیاز داریم و خدمتتون حالا یه سری جزئیاتی گفته خواهد شد که یه مقدار ریشه های کاری که باید اتفاق بیفته در حیطه‌ای که ما انجام میدیم به سمت های دیگری هم کشیده میشه که مجموعه اونها به شکل مکمل شاید یک مجموعه جالبی باشه از تلفیق دو سه تا نکته‌ای که در مهندسی ما انتظار داریم همزمان در این جور کاربردها مورد بهره برداری قرار بگیره. در ابتدای مقدمه خیلی کوتاه در مورد بایومدیکال ایمپلنتس و بعد میایم به سراغ عنوانی که برای این صحبت انتخاب شده، ریل تایم سیگنال پروسسینگ، و سعی میکنم که به موقع جمع‌بندی بکنم هرچند مطالبی که هست. من هم مثل آقای دکتر مطهری ممکنه که یه جایی مجبور بشم که صحبتم رو قطع بکنم. شاید تاریخ 1/1/1 در الکترونیک برای همه ماها اون روزی باشه که در 1947 اولین ترانزیستور ابداع شد در بل لبز و یه چیز حدود 11 سال طول کشید تا اولین آیسی معرفی بشه در تگزاس اینسترومنت، اولین میکروپروسسور، و بعد دیگه دورانی که ما با قانون مور میشناسیم با یک سرعت اعجاب‌آوری و هر صورت پیشرفت اتفاق افتاد تا الانی که ما احساس میکنیم به تکنولوژی دسترسی داریم که میتونه در ابعاد خیلی کوچک به ما امکانهایی رو بده و هرچی که داره زمان میگذره باز هم به سمت ابعاد کوچک هنوز داریم پیش میریم و همین تکنولوژی هست که این امکان رو برای مهندسین و تکنولوژیست ها فراهم کرد که فقط به مایکرو سرکتس فکر نکنن، به مایکرو سیستمز هم نگاهی داشته باشن و مایکرو سیستمز از دیدگاه ابعاد کوچک هست ولی از منظر فانکشن به هر صورت یک مجموعه کاملی میتونه باشه از اونچه که ما در طراحی سرکت و سیستم میبینیم در ارتباط با دنیای خارج، چه به شکل بیسیم برای ارتباط با تجهیزات و اکسترنال هاستی که ممکنه وجود داشته باشه و چه به صورت محیطی ما بتونیم اینتراکشنی داشته باشیم در تبادل اطلاعات با محیط. همین ویژگی ها بود که خیلی مناسب کرد این نوع سیستم ها رو برای اینکه
فکر بکنن به ایمپلنت کردنشون در درون بدن. و یکی از موفق ترین کاربردها رو اینجا میبینید که کوکلیر ایمپلنت ها هستند. بیش از شاید 120,000 کوکلیر ایمپلنت به طور موفقیت آمیز ناشنوایان رو در سطح دنیا به شنوایی رسونده و همین ایده‌ای شده که الان به این فکر بکنن که برای بینایی هم اقدام مشابهی اتفاق بیفته. شاید مرزهای دانش و فناوری در ایمپلنتبل مایکروسیستمز یکیش همین ویژوال پراستیسز، پروتزهای بینایی هستند و همینجور پروتزهای مختلف دیگری که من خیلی اجازه میخوام وقتی صرفش نکنم. و یکی از اونها نورال اینترفیسینگ هست. در واقع برین ایمپلنت ها یکی از امیدهای انسان هستند برای درمان یک سری بیماری ها، برای بحث های شناختی و غیره. و مایکرو سیستمز در این هیته اگر که نگاه بکنیم باز با یه قانون مور، حالا با یه ضریب دیگری، به همون شکل اکسپوننشیال داره رشد نشون میده. در داکیومنت هایی که تکنیکال داکیومنت ها باشن اگر نگاه بکنیم دهه به دهه، چه مایکرو سیستمز به طور مطلق، چه سیستم های وریبل، چه سیستم های ایمپلنتبل، همه همین روند رو نشون میدن. وقتی که میخوایم توی این محدوده کار بکنیم، ما مجموعه ای از سه نوع توانمندی مهندسی رو باید به خدمت بگیریم تا به یک مایکرو سیستم برسیم. و همونطور که میبینید توانایی طراحی مدار و سیستم، مایکرو فابریکیشن تکنولوژی، و البته این تکنولوژی منظورم تکنولوژی ساخت آیسی برای ساخت آیسی ها نیست، برای منظورهای دیگری که ماژول های غیر سرکتی رو به ما بدن. و یک بود که مورد علاقه این جمع هست بحث سیگنال پروسسینگی که به طور جدی لازم هست اتفاق بیفته. و البته این سمت مهندسی است. بعد در سمت پزشکی یا علوم پزشکی هم ما پارتنرهایی باید داشته باشیم. یکی از محورهای جدی در این کارها معمولاً اون سمت پزشکی قضیه هست. چالش های زیادی وجود داره. یکی از مهمترین اونها پاور کانسامپشن هست که ما باید یا تولید بکنیم یا ذخیره بکنیم یا منتقل بکنیم انرژی الکتریکی رو به این پلنت ها. از این دیدگاه یک محدودیت جدی داریم. و وایرلس اپریشن یکی دیگه از محدودیت های این سیستم هاست. از این جهت اینا رو دارم فهرست میکنم چون توی صحبت های بعدی بهشون نیاز داریم و واقعا هم همینجور هست که اینا جزء چالش های روز هستن. نمیدونم این میکروفون رو میشه استفاده کردیم. خب چاره نیست، من همینجا متوقف میشم. فیزیکال سایز برای این پلنت ها مطمئنا یکی دیگه از محدودیت هاست. مطمئنا ما فضای زیادی در بدن رزرو شده نداریم و همینطور سیگنال هایی که باید باشون کار بکنیم هم نه از یه جای دیگه است احتمالاً. خب سیگنال هایی که باید باشون کار بکنیم هم به هر حال یکی از محورهایی هستن که بسته به کاربرد ممکنه برای ما چالش برانگیز باشه. خب به طور کلی ما الان توی دورانی هستیم که بین کلا زیست شناسی، سیستم‌های زیستی و سیستم‌های مهندسی ارتباط تنگاتنگی هست. گاهی اوقات میشنویم که ایده هایی از بیولوژی میاد به مهندسی که این صحبتی است که از دهه 80 میلادی شروع شده. بحث‌های فرض کنید کلا هوش مصنوعی الهام گرفته از طبیعت. گاهی اوقات ایده هایی از مهندسی به سمت بیولوژی میاد که شاید پیش درآمدش را دکتر مطهری مطرح فرمودن. علاوه بر ایده ها گاهی اوقات ما ابزارهایی رو از سمت زیست شناسی و سیستم های زنده به سیستم های مهندسی شده میاریم. به عنوان مثال ما موجودات زنده رو بگیریم و کنترل بکنیم. بحث‌های سایبورگ و اینا مطرح هستن امروزه. و همینجور ابزارهایی رو از مهندسی بگیریم و به بیولوژی بیاریم که بایومدیکال ایمپلنت ها، موضوعی که امروزی مقدار در موردش صحبت بکنیم، به طور خیلی خیلی خاص در مورد مغز، چون اینجاست که یه مقدار ضرورت پردازش سیگنال به طور جدی احساس میشه. همین داستان بین مغز و مهندسی هم هست که من برای صرفه‌جویی در وقت خیلی این رو سعی میکنم که توضیح ندم. به همین اندازه‌ای که وام دادن و وام گرفتن بین این دو به طور جدی وجود داره و رشته‌های جدیدی رو توی سالهای اخیر برای ما ایجاد کرده. برای اینترفیس شدن با مغز مطمئناً با توجه به طبیعتی که وجود داره، طبیعت الکتروشیمیایی که در سیستم‌های بیولوژیکی عصبی انسان وجود داره، ما میتونیم هم به صورت شیمیایی و هم به صورت الکتریکی اینترفیس بشیم و برای مقاصد ریکوردینگ و استیمولیشن. علاوه بر اون اخیراً با سیستم‌های آپتیکی هم
دارن سعی میکنن که تاثیرهای متقابلی رو بگذارن. روش‌های مختلفی هست برای ثبت سیگنال‌های عصبی که ما آشنا هستیم با EEG که از سطح جمجمه گرفته میشه، روش‌های ایکا که مینیمال اینویسیو هستن و از سطح مغز بدون اینکه بافت مغز رو بخوایم آسیب بهش وارد بکنیم، و سیستم‌های اینتراکورتیکال که با رزولوشن خیلی خیلی بیشتر میتونن سیگنال‌هایی رو به ما بدن. امیدی که میره در اینترفیس جدی شدن با مغز از سیستم‌های اینتراکورتیکال خیلی خیلی بیشتر هست نسبت به روش‌های دیگه، ولی ایرادی که دارن این سیستم‌های اینتراکورتیکال بحث اینویسیونسشون هست که به هر حال باید واقعا موردش پیش بیاد تا اینکه انسان آسیب‌هایی رو که وارد میشه بپذیره. به این ترتیب بسته به کاربرد و بسته به نیاز هر کدوم از این روش‌ها میتونن روش‌های موثری باشن، ولی وقتی که صحبت از گرفتن حداکثری اطلاعات از مغز هست، اون وقت سیستم‌های اینتراکورتیکالی که اسم آورده شد میتونه امید جدی برای انسان باشه. خب یه مایکرو سیستم داریم که میخواد ایمپلنت بشه در حالا به طور کلی سر انسان و به طور مستقیم از مغز سیگنال هایی رو بگیره، به طور وایرلس با دنیای خارج یه هست بیرونی ارتباط برقرار بکنه، و این تجسمی است از اینه که یه سیستم به چه نحوی ممکنه که بخواد استفاده بشه. مطمئناً کوچک بودن سایز به معنای میکرونی بودن نیست، در ابعاد فرض کنید چند میلیمتر تا شاید سانتیمتری هم این اندازه ها میتونه برسه، و فانکشنی که بناس اتفاق بیفته رو من خیلی سریع بخوام مرور بکنم. پروب هایی باید داشته باشیم که با مایکرو فابریکیشن تکنولوژی معمولا ساخته میشن اگر های دنسیتی ریکوردینگ میخوایم داشته باشیم. بعد سیگنال پریکاندیشنینگ آنالوگ داریم معمولا و نهایتا دیجیتایز میشن سیگنال ها، تحویل میشن به پروسسورهایی که پردازش های عصبی رو انجام بده، و بعد به یک وایرلس اینترفیس معمولا دو سویه نیاز خواهیم داشت که سیگنال های ثبت شده رو بتونه از یک سمت به دنیای بیرون بفرسته و از سمت دیگه هم دیتاهایی رو از بیرون دریافت بکنه برای پروگرام شدن، و همینجور پاوری رو که نیاز داره به صورت وایرلس احیانا بتونه دریافت بکنه. بنابراین با یک سیستم کامل مواجه هستیم وقتی در مورد نورال ریکوردینگ پلنت صحبت میکنیم، و باز هم یه قانون مور دیگه میتونه اینجا تصور بشه که یک افزایش قابل ملاحظه‌ای طی دهه‌های اخیر داره دیده میشه. محور عمودی باز هم لوگاریتمی است و تعداد کانال‌های ریکوردینگ هست که همینجور رو به افزایش، امروزه در چند صد و نزدیک به 1000 کانال رو دارن هدف میگیرن برای اینکه سیستم‌های آپریشنال رو بسازن. خب معنای های دنسیتی ریکوردینگ این هست که دیتای خیلی زیاد با یک شاید اسپک خیلی خیلی معمول 8 تا 10 بیت رزولوشن 25 تا 30 کیلو سامپل پر سکند، اگر بناست ما هر کانال رو نمونه برداری بکنیم میرسیم توی ابعادی که خیلی چشمگیر نیست تعداد کانال ها، ولی دیتای ما خیلی زیاد خواهد بود، خیلی زیاد البته برای پهنای باندهایی که در اختیار ما هست برای تبادل اطلاعات. بنابراین نیاز هست که فکری بشه برای این قضیه. پس چالش این هست که میزان زیادی دیتا رو باید منتقل بکنیم. راه حل‌هایی که در پیش گرفته شده گاهی اوقات راه حل‌های سیستم لول هستن. به عنوان مثال سیگنال ها رو چجوری بگیریم، هندل بکنیم، در حوزه زمان مثلا مالتیپلکسینگ انجام بدیم، در حوزه فرکانس مالتیپلکس بکنیم. بیشتر بحث های آرکیتکچرال هست توی طراحی سیستم ها. گاهی اوقات سایت سلکشن و اینهاست که به صورت استاتیک، و از این طرف مالتیپلکسینگ به صورت داینامیک شما بتونید سویچ بکنید به تعداد زیادی سایت که هر کدوم از اینها در مجاورت سلول یا سلول هایی است. و به هر حال ما هدف رو این انتخاب کردیم در محدوده های دنسیتی که بیایم و یک حجم مشخصی از بافت ها رو از سلول های زنده رو تحت مانیتورینگ بگیریم و بتونیم اطلاعاتش رو به بیرون ارسال بکنیم. اون سایت هایی که انتخاب میشن دیگه باید به صورت ریل تایم بتونیم اطلاعاتشون رو به بیرون منتقل بکنیم. خب یه سری راه حل ها هم طبیعتاً راه حل های سیگنال لول هستن که اینجا پردازش سیگنال نقش کلیدی رو برای ما بازی خواهد کرد. بنابراین وارد بحث میشیم، از مقدمه خارج میشیم. نورال سیگنال پروسسینگ در ایمپلنتبل بایومدیکال مایکرو سیستمز که یکی از مصداق‌های بارزش که ما به نیاز میرسیم همونطور که عرض کردم برین ایمپلنت های با دنسیتی بالاست. شروع داستان از یک سلول عصبیه که فعالیتی که انجام میده با ورود و خروج یون‌های سدیم و پتاسیم به درون این هسته سلولی، به درون این بدنه سلول اتفاق میفته. اگر به اندازه کافی باشه سلول ما تریگر میشه، فایر میکنه و یک اکشن پتانسیال شروع میکنه به
انتشار از طریق این اکسون و میره به سلول بعدی و یک جریانی ایجاد میشه از تبادل اطلاعاتی بین سلول‌های بسیار بسیار زیادی که در مغز هستند. وقتی که وارد فضای بیولوژی میشید، اعداد بسیار بزرگ به راحتی در اختیار شما هستند. آقای دکتر قبل از من در مورد تعداد بسیار زیاد گفتن. منم اینجا یه چیزی حدود 100 میلیون سلول عصبی دارم که اینا میخوان با هم دیگه صحبت بکنن. بنابراین گرفتن بخشی از این اطلاعات طبیعتاً بسیار معنادار میتونه باشه توی مطالعاتی که دانشمندای علوم اعصاب، علوم شناختی، افرادی که در سمت پروتزها و غیره هستن بهش به شدت نیازمند هستن. مفهوم اکشن پتانسیال یا اینتراسلولار اسپایک و بعد اکسترا سلولار دو تا مفهومی هست که معمولاً توی این بحث بهشون اشاره میشه. اگر این اسپایکی که اتفاق افتاده رو واقعاً در درون سلول نگاه بکنین که با روش‌های مثل پچ کلمپ و مشابه این اینتراسلولار شما میتونید همچه فعالیتی رو ببینید، ولی اگر از بیرون سلول داریم ثبت میگیریم و فعالیت اینها رو میبینیم، معمولاً یه شکل تقریباً مشتق گرفته شده ای از اکشن پتانسیال رو میبینید که بهش میگیم اسپایک. سیگنالایی که ما می‌خوایم باشون کار بکنیم معمولاً 3 تا مؤلفه درشون دیده میشه. یکی لوکال فیلد پتانسیل که این مؤلفه فرکانس پایینی که اینجا می‌بینید، بیسلاین متغیری که وجود داره به نام LFP مورد علاقه بعضی هاست، به دلیل اینکه یه اوریج گرفته شده ای از فعالیت تعداد زیادی سلولی است که در نزدیکی ها دارن یافت میشن. یه بک‌گراند نویز داریم که طبیعتاً مزاحمه مثل هر جای دیگه و اسپایک های عصبی هستن که ازشون اسم آوردیم. مثلا اینجا اعتقاد بر اینه که بیشتر کامیونیکیشن بین سلول ها با رخداد این اسپایک هاست. بنابراین در بسیاری کاربردها این اسپایک ها برای مهندسان اهمیت دارن که بتونن اونها رو بیرون بکشن و اگر بناست که ما بخوایم هندل بکنیم این تعداد زیاد در حد چند ده تا چند صد استریم فعالیت‌های عصبی رو که داریم ثبت می‌کنیم، طبیعتاً باید یه جوری بتونیم اینها رو فشرده سازی انجام بدیم، به دلیل اینکه ما یک لینک وایرلس و فقط یک لینک وایرلس در اختیار داریم برای اینکه اینها رو به بیرون بفرستیم. پروتکل‌هایی وجود داره که بیت ریت ما رو محدود می‌کنه و اینجا یک باتلنک ایجاب می‌کنه که ما به فکر ابزارهای پردازش سیگنال باشیم. گاهی اوقات تمام سیگنال، همه اون مؤلفه‌ها، بک‌گراند نویز، LFP و اسپایک رو می‌خوایم به بیرون بفرستیم. از توابع فشرده ساز لازم داریم استفاده بکنیم، همینجور از تبدیل‌های فشرده ساز و روش‌های متفرقه‌ای که بعضی‌ها پیشنهاد کردن و گاهی اوقات میگیم خب ما بیایم به سراغ اطلاعات مفیدی که توی کاربرد ممکنه بهش نیاز داشته باشیم، اینها رو استخراج بکنیم و فقط همین میزان اطلاعات رو به بیرون بفرستیم و گاهی اوقات هم بسته به سیستم که ممکنه مالتی مودال بخواد طراحی بشه، هر دوی این روش‌ها رو به خدمت میگیریم. خب اونچه که مورد علاقه این کارگاه آموزشی هست سیگنال پروسسینگ. طبیعتاً ما از سیگنال پروسسینگ کارمون انتظار داریم که خطای کمی ایجاد بکنه. اگر احیانا لاس اینفورمیشن داریم تا اونجایی که قابل قبول هست برای افرادی که در سمت کاربرد هستن، دانشمندان علوم اعصاب و غیره، سعی بکنیم که با خطای کم کار بکنیم. روباست باشه روش ما در مقابل پارامترهای متنوعی که ممکنه در سیستم بیولوژیکی اتفاق بیفته، مثلا تغییرات فایرینگ ریت، تغییرات SNR و غیره، و همینطور کامپلکسیتی محاسباتی ما تا اونجایی که ممکنه کم باشه. ولی این فقط بخشی از داستان هست. ما مطمئناً لازم داریم که ایمپلمنت بکنیم روش‌های پردازشی رو، بنابراین لازم داریم که حتما سرکت لو پاور و لو کامپلکسیتی داشته باشیم و هنوز داستان ادامه داره. ما نیاز داریم که این فعالیت‌ها رو در زمان واقعی انجام بدیم. من با احترام به مهمان ویژه این برنامه که تشریف آوردن اجازه میخوام از جمع که از اینجا به بعد رو به زبان انگلیسی ادامه بدم. I would like to thank our special guest and welcome him to this session. So I'm going to continue in English. Well, I was talking about